بود نبود یک پیرزن بود. پیرزن یک نبیره داشت. نبیرش آسیابان بود. یک سحر پیرزن به نبیرش گفت: بچه‌ام، مزد آسیاب را که گرفتی برای من یک کلچه پخته بیار. بچه به آسیاب آمد. گندم یک مرد را آرد کرد و مزد گرفت. خمیر کرده در تنور کلچه پخت. کلچه را کنده گرفت و به لب تنور گذاشت تا که خنک شود. سرش خم به دول آسیا گندم می انداخت که این دم روباه آمد و کلچه را گرفته گریخت. کودکان خود را با افسانه‌های پرمضمون تربیت نمایید. کتاب بچگانه افسانه‌های خلق تاجیک ادامه زندگی افسانوی خاندان شماست.